الله الرحمن الرحیم. نام ما محمد هاشم است. از ولسوالی خوجابادی هستم. این همینجا 5 سال پیش آمده بودم. این همینجا ما زمان دولت یک خانه و دار جور کرده بودم. این همینجا دین رو بودم کل اگر قدر چپه کردم. ما کجا بریم؟ از پدر بابتلان مونده از این حکومت نفرش میگه قواله داره، میگه یک تکیس مالیاتی است. 100 سال پیش است. امروز ما را جمعیت سر دو خراب قانون تطبیق نکنه. اینطور روزی شد که ما مردای اینا را مجاهده را زخمی های از را ما کمک کردیم، نان دادیم، آب دادیم. امروز میایم ما را نادیده میگیره. ما کجا بریم؟ برادر وشیر زکات خدا میتیم اینا دم. اینا امروز که در کارشن این نمیاز ما را بیجا نمیمانه که تو چی هستی چی نیست. سلام عرض ادب خدمت شما. این همیجا دولت خانه های مردم چپ کرده با اسکواتر. دیگه مردم جمع شده که قضیه خود به دولت برسونه. این مردم دیگه توانایی نداره که خانه جور کنه، دیوار جور کنه. دیگه شما نگاه کنید، مشاهده کنید که این خانه مردم چپ کرده، این خانه ایش است. این همی اولیش است. نگاه کنید که شما این خانه که دیروز چپ کرده یک ایجا نیست که شاید که بیش از 30 خانه 40 خانه را چپ کرده. این یه اولی است، دیگه اولی است. او طرف دیگه چقدر خیلی اولیا را چپ کرده. شما نگاه کنید. یعنی تقدیم رسانه ها باید رسانه ها اینا را به مردم اطلاع رسانی کنند.